تصور کنید میتونید هر چیزی رو که توی ذهنتون دارید به تصویر تبدیل کنید. در عرض چند ثانیه تصاویر خلاقانه و منحصر به فرد خلق کنید و بدون نیاز به هیچ مهارت عکاسی یا طراحی تصاویر زیبا و چشم‌نواز بسازید. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم با ایمیجین همه اینا ممکنه. ایمیجین یه ابزار هوش مصنوعی مبتنی بر وبه که به شما امکان میده تصاویر رو از طریق متن ایجاد کنید. این ابزار به تازگی توسط متا راه اندازی شده و هنوز در حال توسعه است، اما پتانسیل خیلی زیادی داره. برای استفاده از ایمیجین کافیه که به وبسایت imagine.meta.com برید. تو کادر متنی چیزی که میخواید به تصویر تبدیل کنید رو تایپ کنید. میتونید جزئیات بیشتری مثل رنگ، سبک اون عکسی که میخواید به اندازه تصویر رو اضافه بکنید. روی دکمه جنریت کلیک کنید. ایمیجین چندین تصویر رو بر اساس متن شما ایجاد میکنه. میتونید تصویر مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید و اون رو دانلود کنید. همین امروز ایمیجین رو امتحان کنید و خلاقیت خودتون رو به چالش بکشید. میتونید نظرات و تجربیات خودتون رو در مورد ایمیجین تو کامنت ها با من به اشتراک بذارید. یادتون باشه برای دریافت بهترین نتیجه از کلمات کلیدی دقیق و واضح استفاده کنید و جزئیات رو تا حد امکان شرح بدین. از یه لحن خلاقانه استفاده کنید و اون رنگ‌هایی که توی ذهنتون هست رو بهش بگید و برای خلاقیت بیشتر از صفات و قیدها استفاده بکنید و حتی میتونید از تصاویری که خود ایمیجین داره توی صفحه اولش به عنوان مرجع استفاده بکنید. توی این بخش از ویدیو چند نمونه از تصاویر ایجاد شده رو به شما نشون میدم. من این عکس ها رو با پرامپت هاشون توی کانال تلگرام AI ادونچر میذارم. آدرسش توی کانال هست، میتونید جوین بشین و ازشون استفاده کنید. یه منظره سورئال از یه شهر غرق شده زیر آب با آسمون پر از ستاره. یه پوستر تبلیغاتی برای یه فیلم آینده توی ژانر علمی تخیلی. یه نقاشی رنگ روغن از یه گربه مصری در حال قدم زدن تو اهرام ثلاثه تو غروب خورشید. یه عکس ماکرو از قطرات بارون روی یه گلبرگ رز با پس‌زمینه تار. یه نقاشی انتزاعی از احساس شادی با رنگ‌های روشن. یه کلاژ از چهره‌های مختلف افراد از سراسر جهان با لبخند. یه کاریکاتور از یه سیاستمدار معروف با ویژگی‌های اغراق‌آمیز. یه تصویر علمی تخیلی از یه سفینه فضایی در حال فرود روی سیاره ناشناخته. یه عکس سیاه و سفید از یه مرد مسن در حال مطالعه توی کتابخونه قدیمی. کلی ابزار هوش مصنوعی خفن دیگه هم هست که بهت کمک میکنه. من اونا رو تو کانال AI ادونچر آموزش میدم. پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا از آموزش‌ها جا نمونی.